سلام دخترا، چطورید؟ سرقورچیان اومده با یه هندوانه، جاکیدی هندوانه با هم ببافیم برای یلدا. پیشا پیش یلداتون مبارک باشه. دیگه چی ببافیم؟ تا انتها همراه باشید، بهتون میگم که قبلا چیا بافتیم، بعدا میخوایم چیا ببافیم. شما هم تو کامنت ها بهم بگید. ما برای این بافت 4 رنگ نخ میخوایم که من دارم با بهاران میبافم. نخ نازک دولایه. شما با هر نخی که دسترستون دارید، مخصوصا اگه اضافه نخ باشه، میتونید ببافید. قلابتون متناسب با نخ باشه که من با قلاب شماره 2.5 میبافم. با رنگ قرمز میبافیم. من اینو بافتم، باید یکی دیگه ببافیم. اولی رو که میبافیم نخ رو قطع میکنیم، روی دومی نخ رو قطع نمیکنیم. حالا با هم میبافیم. این میشه اول شما. دوباره نخ رو قطع کنید، یکی دیگه. برای شروع باف باید یک حلقه جادویی بزنیم. نخ رو دور 2 انگشت میچرخونیم، به این صورت حالت زبدر شکل میگیره. از پایینی رد میشیم، بالایی رو بیرون میکشیم، نگه میداریم حلقه رو. یک زنجیره میزنیم و این نخ رو کمی میکشیم بالا، حدوداً 1 سانت. نخ روی قلاب، داخل حلقه یه نخ بیرون میکشیم، پایه متوسط میکشیمش بالا. 5 مرتبه این کار رو انجام میدیم. 2 3 4 و 5. نخ میگیریم، به یک باره از تمام حلقه ها بیرون میکشیم. دوباره نخ میگیریم، از حلقه رد میکنیم. یه کوچولو میکشم این حلقه کوچکتر بشه. این بافت 8 مرتبه تکرار میشه. نخ روی قلاب، داخل حلقه یه نخ بیرون میکشیم. 2 مرتبه، 3 مرتبه، 4 5 رو که بافتیم، نخ رو بیرون میکشیم، یک زنجیره سرش میزنیم. دوباره 1 2 3 4 5. یکی میشه زنجیر. 8 تا میبافم، برمیگردم. 8 تا بافتم. 2 4 6 8. نخ حلقه جادویی رو میگیریم، میکشیم تا جایی که کامل بسته بشه. حالا ببینید اینجا ما بین دوتای اول، 2 پایه اولی که بافتیم وارد میشیم و یه نخ بیرون میکشیم. نخی که بیرون کشیده ما از حلقه‌ای که روی قلاب داریم رد میکنیم. الان ما 8 تا فضا ما بین پایه ها داریم. روی هر کدوم باید 2 تا دیگه پایه ببافیم. یک زنجیره میزنیم، نخ رو میکشیم بالا و دوباره وارد همین فضا میشیم. ما بینش بیرون میاد، نخ رو بیرون میکشیم. 2 مرتبه، 3 4 5. همون بافته. نخ میگیریم، به یک بار بیرون میکشیم و یک زنجیر. یکی بافتیم، یکی دیگه همینجا. 1 2 3 4 و 5. نخ میگیریم، بیرون میکشیم، یک زنجیره میزنیم. 2 تا ما بین 2 تای رج قبلی. میریم فضای بعدی. اینجا 1 2 3 4 و 5. یکی میشه زنجیره. یه دسته دیگه همینجا میبافیم. 1 2 3 4 5. دقت داشته باشید که اگه از نخهای دیگه استفاده داشته باشید، ممکنه که سایز این جاکلیدی بزرگتر بشه. الان با این نخ و این قلاب سایزش در این حده. حدوداً حالا ببافم بهتون میگم چند، 5-6 سانت میشه. همینطور 2 تا 2 تا میبافیم و این رج میشه 16 تا پایه.
بافتم به این صورت در اومد 2 4 6 8 10 12 14 16. خب همینجا ما دوباره میایم ما بین این دوتا یک بست میزنیم و اینجا نخ رو قطع میکنیم، یکی دیگه میبافیم که من اینو قبلا بافتم، نخ رو قطع کردم، پشت باف گره زدم، یکی دیگه بافتم. حالا این دوتا رو روی هم قرار میدیم، اضافه نخ رو کمی کوتاه کنم، میره داخل بافت، باز هم نمیشه، گره زدم. این دو تکه فقط قبلش اینو بگم، این نخ رو باید محکم کنیم حتما. نخ حلقه جادویی رو یک بست میزنیم پشت بافت محکم بشه. میگیریم روی قلاب، این دوتا روی هم قرار میگیره به این صورت، روی بافت روی بافت. یک زنجیره میزنیم و هر دو پایه رو با هم میبافیم، یک پایه از این بافت و یکی از مقابل. نخ بیرون میکشیم و پایه کوتاه میبافیم. دوباره بعدی گندمی بعدی وارد میشیم، میبافیم، هر دو تکه به هم وصل میشه. ادامه میدیم. به این شکل. انتها بافتم و جمع این پایه ها میشه 32 تا پایه. چرا؟ چون که ما 16 تا پایه داشتیم، درسته، ولی هر بار که بافتیم یک زنجیره هم پایه زنجیره‌ای هم ما بینشون زدیم، پس تعداد پایه کوتاه ها میشه 32 پایه کوتاه. بست میزنیم سر اولین پایه کوتاهی که بافتیم، وارد میشیم، یه نخ بیرون میکشیم، از حلقه رد میکنیم و بست میزنیم. اینجا بافتمون تموم میشه. نخ رو قطع میکنیم، میگیریم روی سوزن، نخ رو گرفتم روی سوزن، برمیگردونیم ما بین پایه ها. بشه روی نخ رنگ سبز رنگ یک گره اولیه میزنیم به این صورت. روی یکی از پایه ها فرقی نمیکنه، همین پایه کوتاه ها. نخ رو سر میگیریم، بیرون میکشیم، یک زنجیره میزنیم، یه نخ روی قلاب میگیریم، روی همین پایه کوتاه وارد میشیم، یه حلقه نخ بیرون میکشیم. دوباره 3 مرتبه بر پایه متوسط بگیریم، نخ روی قلاب وارد میشیم، نخ بیرون میکشیم. این شد 3 تا. نخ میگیریم، یکی میکنیم، همین دیگه، زنجیره نمیزنیم، میریم روی قلاب، داخل گندمی میریم، اضافه نخ رو هم پشت قلاب نگه داشتم که بره داخل بافت. نخ رو بیرون میکشیم، 2 مرتبه 3 مرتبه نخ میگیریم، از حلقه ها رد میکنیم. دوباره بعدی به همین شکل ما 32 مرتبه باید ببافیم. 3 تا پایه متوسط میگیریم و به یک باره یکی میکنیم، میبافم تا انتها. بافتم 32 تا پایه. اگر که زنجیره بزنید این بافت چین میخوره، حواستون باشه که زنجیره نباید بزنید. در انتها سر اولین پایه‌ای که بافتیم وارد میشیم، یه نخ بیرون میکشیم و از حلقه رد میکنیم، میشه بست کار. 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنیم، قلاب رو بیرون میاریم و حلقه جاکلیدی رو میاریم، از حلقه رد میشیم، نخ رو میگیریم، بیرون میکشیم و دوباره 5 تا زنجیره، 3 4 5. اینجا محکم میشه. برمیگردیم دقیقا همینجا یک بست میزنیم، وارد میشیم، نخ رو بیرون میکشیم، از حلقه ردش میکنیم به این شکل. اینم بافت هندونه. اوکی تا اینجا.
میخوایم یه برگ که نه یه موی برگ 20 تا زنجیره میزنیم. 3 4 5 6. این فرفری هایی که دور انگورا بود روی بوته برگ مو، کنار برگ مو، اینا طعم ترشی داشتش مثل اونا. روی اولین زنجیره رد میشه، از روی دومی روی هر کدوم 3 مرتبه پایه کوتاه میبافیم. یعنی واردش میشیم، یه نخ بیرون میکشیم، این دوتا با هم یکی میشه. یکی دیگه شد 3 تا. زنجیره بعدی نخو بیرون میکشیم، این دوتا با هم یکی میشه. نخو بیرون میکشیم، این دوتا با هم یکی میشه. همین کار رو تکرار میکنیم تا این فرفری تشکیل میشه. آره اسمش فرفریه. یه کشمو داشتم که فقط فرفری بود. همین فرفری رو مدام روش میبافتیم، کل کشمو پر میشد یا حتی یه طرفش. حتما دوباره براتون آموزشش رو میذارم، خیلی قبل. خب به همین شکل ادامه میدیم تا پایین. بافتم و این فرفری خوشگلمون به این شکل تشکیل شد. میایم دوباره روی همون نقطه یک بست دیگه میزنیم، نخ رو بیرون میکشیم، از حلقه رد میکنیم، یک زنجیره میزنیم، نخ رو بلندتر میگیریم، مثل دفعه قبل میبریم این نخ رو داخل بافت. نخ رو گرفتم روی سوزن مثل دفعه قبل، این بار میبرم داخل همرنگ خودش که رنگ سبز هستش. رد میکنیم. من این منجقا رو آوردم که روش بدوزیم. میتونیم از مروارید هم استفاده کنیم، اگر که نبود اشکالی نداره. کوک بزنید، با نخ مشکی کوک بزنید. قبلش ما باید بریم این دور یک رنج بست سفید رنگ ببافیم و یک گل خوشگل هم براش ببافیم. پس روی رنگ سفید یک گره اولیه میزنیم. میایم اینجا، ببینید همینجا که رنج‌های کوتاه هستش و این پایه های متوسط بافته شد، وارد میشیم، نخو بیرون میکشیم. دقیقاً پایه بعدی وارد میشیم، نخو میگیریم، بیرون میکشیم، از این حلقه رد میکنیم. بعدی نخو میگیریم، بیرون میکشیم، از این حلقه ردش میکنیم. روی هر پایه میبافیم. این خط اینجا میفته و ما 32 مرتبه باید ببافیم. دقت کنید پایه جا نمونه. ادامه میدم تا انتها. دارم میرسم به آخریا. تا میرسیم به اولی، یک بست میزنیم، نخ رو بلندتر میگیریم، بیرون میکشیم، از بعدی از پشت بافت وارد میشیم، اضافه نخ رو بیرون میکشیم. این دوتا گره زده میشه و اضافه نخ ها میره داخل بافت. اضافه نخ رو گرفتم روی سوزن، میبرم داخل بافت. این یکی به این شکل. نخ گرفتم روی سوزن، دولا هستش، انتهاش رو گره زدم. حالا ببینید سر هر کدوم از اینا باید یه دونه منجق بدوزیم. سفیدم بدوزم دیگه، تخمش سفیدم هست. برمیداریم
بعدی. تمام. اگه دوست داشتین میتونین بیشتر هم کار کنید. با رنگ زرد یک حلقه جادویی میزنیم برای بافت گل. از پایینی رد میشیم، بالایی رو بیرون میکشیم. 2 تا زنجیره میزنیم و دوباره میخوایم پایه حبابی ببافیم. 3 مرتبه پایه متوسط میگیریم. 1 2 نخ روی قلاب از حلقه جادویی نخ میگیریم. به یک باره یکی میشه 1 زنجیره سرش و بعد 2 تا زنجیره. 1 بست داخل حلقه جادویی. نخو بیرون میکشیم، از این حلقه رد میکنیم. کمی حلقه رو بکشم کوچیک‌تر بشه. دوباره 2 تا زنجیره، 3 مرتبه پایه متوسط میگیریم. 2 3 بیرون میکشیم. 1 زنجیره، 2 تا زنجیره، بست. 3 مرتبه دیگه همین بافت رو تکرار میکنیم. 2 تا زنجیره، 1 2 3 یکی میشه 1 زنجیره، 2 تا بست. بست آخر 1 زنجیره میزنیم، نخمون رو قطع میکنیم. نخ حلقه جادویی رو میکشیم تا بسته بشه. این 2 تکه نخ رو پشت بافت گره میزنیم. روی نخ سفید پنجره 6 تا زنجیره میزنیم. 1 گره، 1 2 3 4 5. نخمون رو قطع میکنیم. به این شکل شد. دوباره اینو گره میزنیم. از این قسمت وارد میشیم، هر 2 تکه نخ رو میگیریم بیرون میکشیم. باز همین نخا رو به هم گره میزنیم که باز نشه. حالا یا با همین اضافه نخا روی این قسمت میدوزیم یا با چسب حرارتی میچسبونیم. من این یه دونه رو میچسبونم دیگه. نخ رو قطع میکنم، روی این قسمت میچسبونم تا چسب حرارتی داغ بشه. من مدل های قبلی رو هم بهتون نشون بدم. این توت فرنگی قلبی خوشگل رو داریم که گفتم چون
رنگش به یلدا میخوره قشنگه. اسکرانچی داریم که با همین نخ بهاران بافته شده. سعی کردم از نخهای استفاده کنم که براتون بصرفه باشه. باز هم کش موی خوشگل از همین منجقا استفاده کردم. هدبند بافتیم. چند مدل هدبند بافتیم، حالا بقیه‌اش رو دسترس ندارم. یکی دیگه‌اش هست که دو رنگ خیلی خوشگله. آموزش همه اینا رو دارم. همه اینا رایگان روی کانال هستش. اگه پیدا نکردید حتما سرچ بزنید. با چسب حرارتی میچسبونمش. تمام. اینم جا کلیدی هندونه. یلدا مبارک.